من میخواستم به شیعیان مرتضی علی عرض کنم که شما برید در خطبه 156 سوره خطبه 156 نهج البلاغه، اونجا مولا امیرالمومنین یه صحبت‌ها می‌فرمایند، بعد اون آخر کار میگن به هر حال احترام نخست تو برقرار است و حسابرسی اعمال تو با خدای بزرگ است. بله. بعدم با احترام به قول شما فرستادن، بی احترامی نشد، با برادرشون ابوبکر محمد ابن ابوبکر چند نفر دیگه اینا رو با احترام فرستادن. ما کار نداریم. ببینید اون چیزی که نظر امیرالمومنین بود این بود که شأن و منزلت حضرت رسول الله از بین نره. اون چیزی که مطرح هستش وقتی شما به یه زنی اهانت بکنی به شوهرش اهانت کردی. اگر کسی به دختر شما، به مادر شما، به خانم شما، به خواهر شما، عمه شما، خاله شما، هر کسی اهانتی بکنه بره به شما اهانت میکنه. بله. یعنی حالا خاله شما ممکنه آدم بدی باشه، خواهر شما ممکنه یه کار زشتی انجام داده باشه، ولی این که میاد به شما بازگو کنه به شما فحش میده. شما وقتی میخواید فحش بدید به یکی چجوری فحش میدید؟ میگید ای زن فلون شده. خب به هر حال اینا زشته، اینا به هر حال هر چیز شده. شما که پیرو مرتضی علی هستید، شیعه علی، یعنی اینه که پا را بذارید جای پای امام علی. یعنی وقتی راه میره شیعه امام جعفر صادق میگن شیعه قدمی که ما برمیداریم شیعه ما پا را بذارن جای پای ما. اینا شما نگاه کنید، واقعا آدم متاسف میشه وقتی میبینه اینجوری این صحبت‌ها مثلا بی‌شرمانه گفته میشه، بعضی حرفا خیلی بدیه. اینا مستقیم اهانت به حضرت رسول الله. صدا روز قیامت چجوری میخواید شما بیستید جناب حضرت رسول الله بعد بگید من حالا به هر صورت به خانم شما مثلا اینجوری صحبت کردم؟ مولا امیرالمومنین میفهمن حسابش با خداست. یعنی شما ببینید شأن حضرت رسول الله را در قرآن وقتی که بیان میکنه میگه پیامبر از شما به خودتون سزاوارتر است. زنان پیامبر میگه مادران شما هستن، امهات المؤمنین هستن. یعنی چی؟ یعنی شما هر احترامی به مادر خودت میذاری باید به اینا هم بگذاری. حالا حرمت ازدواج داره، حرمت رفتاری، کرداری، گفتاری، همه اینا هست. بله. آقا محمد بزرگوار رسول الله، من به شیعیان عرض میکنم. آقا محمد من فقط در تایید حرفای شما اگر به صفحه تلویزیون نگاه بکنید، دوستان عزیزمون این صفحه رو نشون بدن. این کتاب وسایل شیعه هست از حر آملی در جلد 15 صفحه 83. اینجا یک مطلب خیلی زیبایی هست، میگه که از علی علیه السلام در مورد اخلاق ایشون میگه که لم یکن ینسب احدا من اهل حربه الى الشرک ولا الى النفاق. علی کسانی که با او جنگیدن رو نه به شرک متهم کرد و نه به نفاق، ولکنه کان یقول هم اخواننا بغوا علینا، اینها برادران ما هستند که بر ما بغاوت کردند. جالب اینجاست که آقای حر آملی اومده زیر این مطلب چی نوشته؟ هذا محمول علی التقیه، این حرف رو بر اساس تقیه گفتن. ببینید حتی دروغ بستن به سیدنا علی رضی الله تعالی عنه. ما میگیم که یک نص از علی بیارید رضی الله تعالی عنه و علیه السلام که تهمت نفاق و شرک یا فسق رو به ام المؤمنین نسبت داده باشه. بفرمایید آقا محمد. بله. ببینید حالا من امروز من یه دفعه امروز روزی نیست که بشه هر چیزی را صحبت کرده همه بدون استدلال بپذیرن. الان واقعا خود مردم روشن شدن، در حال برای خودشون استدلال میکنن، متوجه هستن مسائل. من داشتم عرض میکردم این زنان پیامبر وقتی میگه امهات المؤمنین، ببینید شما تا اون موقعی که زن پیامبر زنش هستش و ایشون رو طلاق نداده، همین ام المؤمنین در حال اون صفت داره. درست. شما نگاه کنید ما در سوره تحریم اونجا به پیامبر فرمودن که به اون
مثلا اون خانم حفصه و عایشه اونجا که فقط قلوبکما، اونجا فقط قلوبکما، اونجا که میگن که شما اگر که توبه نکنید پیامبر شما را طلاق بده. مثلا ما زنان بهتر رو در حال از این خصوصیات مؤمن را بهش نام میبره. من اینا میخوام بگم، اینا ببینید اینا گذاشتن به عهده پیامبر که طلاق بده و بعد ایشون دعوت کرد حضرت حق، اینا رو دعوت کردن به توبه که شما توبه کنید. درسته؟ پس درست. اینا به هر حال هرچی بود طلاق ندادن. پس معلومه که به هر حال پیامبر راضی نبودن در زمان حیاتشون اینا مثلا به صورت. حالا یارو میاد الان داره مثلا فرض کنید که از کتابای مختلف میاره که این سقط قلوبکما کفره، یعنی کافر. آقا این سقط قلوبکما که در زمان خود حضرت رسول الله نازل شده این آیه. بله. خود حضرت رسول الله نمیدونستن این سقط قلوبکما کفره. بله. خب وقتی اینجوری شما برداشت میکنید که میگه خب حضرت رسول الله هم لابد توی زنی بوده که مثلا خب کفر بوده، تو خونه خودش نگه داشته، محضور اجبار بوده، از این صحبت ها نیست. حالا هر چی بوده، ما صلاحیت اینا نداریم که بیاییم مثلا فرض کنید که ناقضا بگیم، فحش بدیم. اینا کار درستی نیست. اینا واسط من به اعتقاد خودم این نتیجه گرفتم اینجوری نمیشه. مثلا شما پیرو امیرالمومنین باشید، پیرو خود حضرت رسول الله باشید و اینجوری برخورد کنید. شما حداقلش اینه که کار نداشته باشید. ایشون اگر اومده مثلا فرض کنید تو جنگ جمل خودش چیز بوده دیگه، با مولا امیرالمومنین برخورد داشته، ایشون چجوری برخورد کردن باشه؟ شما همون برخورد بکنید. شما اصلا کار نداشته باشید. به هر حال سرگیرتر اینه که چیزی نگین. آقای انصاری، من یه چیز دیگه به شما عرض کنم که این کلمه که هی تو شبکه شما میان میگن مثلا من خداییش الان نمیتونم بزنم بیام کلمه دال یا باب و سین. من نمیخوام بگم این کلمه چقدر تکرار میشه. این خوب نیست. خدا میدونه که اینا حالا من که آقا محمد در این برنامه من تکرار کردم اینو یا اول بینندگانی که به نمایندگی از شیعیان زنگ زده بودن؟ شما که ملاحظه کردید برنامه. حالا آقای انصاری به اوزش عرض کنم که من که صدای من هستش، ببینید یه چیزی رو میخوام عرض کنم. آقای قزوینی اینا سوء استفاده میکنن، میان اونجا یه حرفایی میزنن. حالا شما یه برداشت دیگه دارید، ولی آقای قزوینی نگفتن ما 52 تا سوال مثلا بد داریم. اگر کسی بیا از شما سوال بکنه آقا محمد شما شوخی میفرمایید یا جدی میگید؟ آقا محمد ببینید من تو مسئله ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها من با کسی شوخی ندارم برادر عزیز. ببینید در همین شبکه قزوینی جناب مولانا مرادزئی هم تشریف داشتن، کلیپش هم ما داریم و بارها هم پخش کردیم. در جلوی قزوینی شاگرد گستاخ و بیادب و دیوسش گفت که فلانی میگه که نزلت عند عایشه، میگه که فلانی میگه که من رفتم پیش عایشه. یعنی این ترجمه‌ای که ایشون کرد، میگه عایشه هم یک اتاقی داشت 2 متر در 1 متر و ایشون در این اتاق خوابید، شبم محتلم شد. شما رو به خدا آقا محمد عزیز، اگر کسی در مورد همسر شما، مادر شما این حرف رو بزنه، در مورد همسر خمینی یا خامنه‌ای این حرف رو بزنه، شما تحمل میکنید؟ آقای مرادزئی اونجا جوابشو دادن. گفتن نزلت عند عایشه به این معنی نیست که من در خانه عایشه رفتم. مثلا میگه که در زبان عربی ایشون اونجا گفتن من که انا ذهبت الی القم و نزلت عند قزوینی، من قم رفتم و رفتم پیش آقای قزوینی. به این معنی نیست که رفتم تو اتاق خواب آقای قزوینی. آقای مرادزئی اینو که تو برنامه زنده گفتن، شما هم شاید شاهد بودید. یعنی به اندازه این انسان وقیح بود. قزوینی وقیح بود. من به معنای کلمه میگم این انسان وقیح بود که یک کلمه حرف نزد، حداقل جلوی شاگردش رو نگرفت که این همسر پیامبره. تو برداشته آقای، ببینید این کسی که این حرف رو زد تو شبکه قزوینی، این همون برداشتی رو کرد که در مورد خانم خودش داره، در مورد نوامیس خودش داره. اگر در همچنین خانواده‌ای بزرگ نمیشد و در همچنین خانواده‌ای زندگی نمیکرد، از این حدیث این برداشت رو نمیکرد.
که به صحابی این تهمت رو بزنه که رفته در علیه بالله کنار حضرت عایشه خوابیده؟ این اصلا با منطق بشری سازگار نیست. شما چرا میخواید بیاید از این انسان دفاع بکنید آقا محمد؟ من شما رو یک انسان منصف میدونم. جان بفرمایید. آقای انصاری ببینید، من اولش نظر خودم رو گفتم که دید من نسبت به خانم عایشه شما بدونید شما اشتباه میکنید. من اون روز این برنامه رو دیدم، آقای یزدانی گفت ما کتاب مسلم و کتاب بخاری رو حدیثاشو قبول نداریم به خاطری که اینا اومدن اهانت کردن به زمسر پیامبر. آقا محمد وقتی قبول نداره یک لحظه آقا محمد، یک لحظه وقتی که قبول نداره غلط میکنه میاد اشتباه ترجمه میکنه حدیث رو. چرا اشتباه ترجمه میکنه؟ میگم وقتی که ایشون حدیث آقا محمد، من گفتم من در قضیه حضرت ام المؤمنین عایشه صدیقه طاهره رضی الله تعالی عنها با کسی شوخی ندارم، میخواد قزوینی باشه میخواد خمینی باشه، من با کسی شوخی ندارم تو این قضیه. ایشون وقتی که حدیث ما رو قبول نداره غلط میکنه، میاد حدیث ما رو اشتباه ترجمه میکنه. چرا میاد تلبیس میکنه، خیانت میکنه در ترجمه؟ همین ترجمه ای که ما الان از قضیه خمس کلیپش رو پخش کردیم. بله آقای انصاری، ایشون گفت، آقای یزدانی گفت ما اینا رو قبول نداریم، ما اینا رو اهانت میدونیم به حضرت عایشه. خود آقای سبحان الله یزدانی اینا فرمود. آقای یزدانی، آقای انصاری شما اشتباه برداشت کردید. ایشون هم گفت من حدیثی که در رابطه با آقا محمد عزیز، آقا محمد عزیز اگر شما آقا محمد عزیز من خواهش میکنم اگر که شما میخواید از اونا دفاع بکنید، من خواهش میکنم من مجبورم صداتون رو قطع بکنم، چون این یزدانی ارزش این رو نداره که شما من حق و حقیقت رو میگم. آقا محمد ایشون اومد یک حدیثی، شما که نمیخواید از یک دروغ دفاع کنید، میخواید از یک دروغ دفاع کنید. نه من این حدیث بخاری رو قبول دارم. من میگم که همه عالم اینا دیدن که اون روز اصلا صحبت خانم عایشه نبود، صحبت حدیثا بود. حدیث نقل شد، آقا این حدیثی که اونجا نقل شده اهانت به عایشه، هم حدیث رو نقل کرد. بعد آقا محمد ببینید آقا محمد 1400 سال گذشت، این همه علمای اهل سنت شیعه و سنی همه گذشتن، هیچ کس این برداشت ذهن کثیف یزدانی رو نکرد. ایشون اومده در قرن 21 این برداشت رو کرده که در این حدیث توهین به حضرت عایشه است. اینا یعنی در الان اومدن دایه مهربانتر از مادر شدن. خب وقتی که این حدیث رو ایشون میاد بر اساس ذهن مریض خودش میاد ترجمه میکنه، خب اشتباه برداشت میکنه از حدیث، دروغ میگه به مردم. خب حالا ببینید پس دو تا مسئله شد، یکی مسئله به شخص عایشه، یکی مسئله این که شما دارید این حدیث اشتباه هستش. حالا اگر حدیث اشتباه نیست، قبول ندارم اینو. آقا محمد حدیث اشتباه نیست، حدیث اشتباه نیست. تفسیری که از حدیث کردن، الان نگاه کنید تفسیری که از حدیث کردن من الان 6 ماه از انصاری، من الان 6 ماه تمام از اول برج یک تا حالا با شبکه تماسی نگرفتم، با شبکه ولایت. خدا میدونه که میدونید شما به من گفتن تو وهابی هستی، خلاصه از این برنامه از اینا من نمیخوام به اون صورت که شما فکر کنید که من دفاع کنم، ولی ما از حق و حقیقت دفاع میکنیم. من واقعا اینا دیدم که آقای اینا همه‌شون اینا گفتن که ما به خاطر اینکه این حدیث بر ضد خانم عایشه است اینا رد میکنیم، حدیث رو رد میکنیم، نه که این محتوای حدیث رو تایید کنیم. شما این دو تا مسئله است، اینکه همه دارن میبینن. شما درسته اون به حضور شما از کنم ارادتی که شما به خانم عایشه دارید به هر حال این تداعی میشه تو فکر شما که اونا واقعا میخوان به عایشه مثلا اهانت کنن، در صورتی که اینا این جمله رو مثلا این برنامه بود که ما به شخص عایشه کاری نداریم، این حدیث اشتباه است. این حالا این چیزی که مشخص شده بود. آقا محمد عزیز و بزرگوار، من خواهش میکنم اگر صحبتمون اینجا تمام بشه بهتره. من فقط یک نکته رو خدمتتون بیان بکنم که همین حدیث همین حدیث آقا محمد عزیز همین حدیث رو هیچ جانوری در طول تاریخ این برداشت ذهن کثیف قزوینی و شاگردش رو نکرده. شما چرا میخواید اصرار بکنید که حدیث ما مشکل داره؟ حدیث ما مشکل نداره. من این یک مثال آوردم تو یکی از برنامه، یکی از بیماره، سرما خورده،
شما یک شاخه گل محمدی دستش بده، هرچی بو بکنه میگه که این بو نداره. شاید هم بعضیا که دماغشون گندیده بگن که بوی گند میاد از این گل. خب اینجا تقصیر گل نیست، تقصیر این انسانیه که مریضه. وقتی این حدیث ما باش هیچ مشکلی نداریم، طرف میاد میگه صحابی عمرش 60-70 ساله میگه که نزلت عند عایشه، من رفتم در مدینه و حالا چه ترجمه بکنم براتون اینو، نزلت عند عایشه یعنی پیاده شدم در نزد عایشه، این یا اومدم پایین در نزد عایشه. این به این معنی است که ایشون مدینه آمده بودن، در مدینه مهمانخانه ای داشتن حضرت ام المؤمنین عایشه در کنار مسجد النبوی، کسانی که می اومدن برای استفسار، برای سوال و جواب، و ام المؤمنین عایشه هم در سنی بودن که یعنی بالاتر از 50-60 سال در اون موقع. ایشون میاد در اینجا در مهمانخانه ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها در اینجا میخوابه و شب محتلم میشه و وقتی که صبح بلند میشه در گوشه ای از حیاط داره لباساشو میشوره، ام المؤمنین عایشه کنیز خودشو میفرسته تا نمیدونم مسئله فقهی است من دقیقاً یادم نیست به ایشون یادآور بشه. یک انسان مریض وقتی این تصور رو در ذهن مریضش بیاره که این مرد نامحرم اومده در یک خانه‌ای که 1 متر در 2 متر هست در کنار همسر پیامبر خوابیده، خب این مطلب رو یزدانی از این حدیث در اون برنامه مطرح کرد که جناب مولانا مرادزئی هم عصبانی شدن و اونطوری جوابی که باید میدادن دادن به قزوینی. گفتن که وقتی من گفتم نزلت عند قزوینی به این معنی نیست که رفتم تو اتاق قزوینی کنار خانومش خوابیدم. متوجه شدید؟ بله، حرف شما آقای اختری، من حرف شما را که بر محتوای حدیثه که ما اونجوری که شما ترجمه میکنید بر صورت ما میپذیریم که اون برنامه بوده، ولی بر صورت حالا نظر من این بود که اینجوری شنیدم. بله، تشکر میکنم از شما آقا محمد عزیز. تشکر. من حرفم تموم نشد، یه دقیقه دیگه من در رابطه با این صحبتی که فرمودید، شما اگر از شما بپرسن ببینید اینجوری که مطرح میکنید که اصلا نباید سوال بشه، این یه حرفیه که به هر حال قابل قبول نیست. چون میان ببخشید در رابطه با پروردگار میگن آقا ما اصلا اصل خدا رو قبول نداریم، میشینن با حضرت امام جعفر صادق بحث میکنن. سوال کردن که مشکلی نداره که آقا محمد سوال نکنید. آقا محمد فرق میکنه یک کافری یک کافری میاد در مورد پروردگار سوال میکنه، خیلی عادیه. یک کافری میاد توهین میکنه، عادیه، کافره. آقا کسی یک من عمامه گذاشته رو سرش، عبا و قبای پیامبر رو پوشیده، اونجا نشسته به نام دین، آیات قرآن رو خبر نداره قزوینی؟ النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم و ازواج و امهاتهم. شما میدونید ایشون قبول نداره اینو، نخونده. بابا میگه قرآن میگه تلک امتون قد خلت، میگه قرآن میگه تلک امتون قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم. اینا امتی هستن که گذشتن، هر کاری کردن برای خودشون، شما هر کاری بکنید برای خودتون. انقدر جاهل قزوینی خبر نداره که در مورد ام المؤمنین عایشه یعنی مشکلات امت اسلامی، مشکلات ایران، مشکلات 80,000 دختر خیابانی تهران حل شده. اومدن چسبیدن به ام المؤمنین عایشه همسر پیامبر که 1400 سال قبل از دنیا رفته. برن این دختر خیابانی خودشون 80,000 دختر خیابانی رو از تهران جمع بکنن که مجلس شورای اسلامی مجبور نشه که خانه‌های عفاف رو در اونجا تأسیس بکنه، به اسمش هم به عنوان صیغه بره اونجا یک وجه شرعی بهش بده. برن تو پارکای تهران دخترای خیابانی رو جمع بکنن که شبها هر شب در آغوش یک کسی میخوابن. مرض ایدز، هزاران مرض دیگه در پایتخت جمهوری اسلامی در ام القری جان اسلام انتشار پیدا کرده. چرا اینا رو حل نمی‌کنن؟ مونده افتادن به جان همسر پیامبر که ما در مورد عایشه 52 تا سوال داریم. حالا یه دفعه آقای قزوینی فقط من یه دفعه اینو فرمودن، تقریبا یه چند ماه پیش این صحبت شد، گفتن سوال داریم. سوال داشتم، من عرض کردم سوال بعد که نیست. تشکر از شما. من تشکر میکنم. برای اولین بار من مجبور شدم صدای آقا محمد رو قطع بکنم به خاطر اینکه از انسان‌هایی دفاع کردن که واقعا یعنی جای شرم است که کسی بیاد از اینا دفاع بکنه. آقا محمد بزرگوار، شما همیشه در این برنامه ما تا نیم ساعت بیشتر هم به شما وقت دادیم، شما صحبت کردید. اگر دوست دارید مسائل علمی بررسی بکنید، صحبت بکنید، به قول عربا اهلا و سهلا. اما اگر بخواید که دفاع بکنید از قزوینی و امثال قزوینی، برای کسانی که از اونا بخوان دفاع بکنن جایی براشون اینجا نیست. مرد هستن خودشون بیان دفاع بکنن از خودشون. جرأت داره قزوینی و شاگردان قزوینی بیان از همون
160 170 دروغی که ما از قزوینی پخش کردیم از این دروغاش دفاع بکنیم.